معرفی میکنین خدا بر دوستای ما که از پیج ما حتما. میبینن شما را؟ چرا نه حتما. خب در ابتدا خب از خود تشکر که مرا دعوت کردی عزیز، خواهش و میکنم. سلام گرم و سرد برای عزیزانی که فعلا در لایو هستن. من پیکی صافه هستم، ساکن تگزاس امریکا، مادر هستم و یک بزنس هنر مستقل. از کنار اولادای خود بزنس خودم پیش میبرم، در حالی که من یک یک کوچک هم تازه دارم. از کناری هم دارم، چون کاری را که ما انجام میتیم کاملا فلکسیبل است. بله، هر وقتی که خواستیم کار میکنیم، خودم رئیس خودم هستیم به قول خودت. بله. در مدت 2 سال و تقریبا 5 ماست که من دارم بزنس پیش میبرم، تقریبا 2 نیم ماه، 2 نیم سال، و بله. الحمدلله در خود راضی هستم. و چون محدودیت های مکان و زمان ندارم، خودم رئیس خود، هر زمانی که خواسته باشم از هر کجایی که خواسته باشم کار میکنم، و باز زندگیم سازگار است در کار. خدا را شکر، خدا را شکر. سلامت خب عزیز. که جان یک معرفی ما هم داشته باشم بر کسایی که از پیج شما میبینن. فهیمه هستم، در بلژیک زندگی میکنم. تقریبا 11 ساله که اینجا هستم. کار اصلی مامایی است، اما به قول خود ما و شما هم میدوایف یا قابلکی میگیم دیگه. در کنار کار اصلی خود مدتی میشه که بزنس هم شروع کرده. چقدر خوب دیدی. بله. پگی جان، یکی از سوالایی که زیاد از من پرسان میشه، همین دوستایی که خوش دارن وارد از این بیزینس شون، علاقه دارن، منتها با یگان دلایل خوش ندارن که چهرهشان دیده شوه، یا فکر میکنن که همیشه باید از چهره خود استفاده کنن در سوشال مدیا. این رو گفتم که امشب با شما مطرح کنم. شما خودتان گفته خودتان 2 نیم سال است که در بیزنس هستین و در 2 نیم سال بدون چهره در او کار میکنه. بله امیر، بله. دوستای ما یک توضیح بدین که چطور میشه بدون چهره در این بزینس کار کرد و موفق شد. حتما حتما. بازم خیلی خوشحال هستم که امروز با خودت هستم عزیز، و دلیل و موضوعی را که انتخاب کردیم خیلی واقعا مهم است، چون خیلی از خانم ها به ویژه بانوان مهاجر، مادران خانه‌دار یا کسانی که به دلایل مختلف فرهنگی، شخصی، تمایل به حضور در دوربین ندارند، در جلو دوربین، واقعا خیلی مهم و حیاتی است در عرصه همین بزنس ما. سوالی که بارها و بارها پرسیده میشه از خود من همچنان عزیز، که همیشه میپرسن میشه بزنس دیجیتال بدون ظاهر شدن یا بدون استفاده از چهره خود ما انجام بدیم؟ بله. همیشه جواب با قاطعیت بوده که بله، 100% ممکن است، 100% امکان پذیر است، چون یکی از بزرگترین ویژگی های این کار آنلاین ما همین است که مطابق با سبک زندگی، باورها و راحتی خود شما بله. تنظیم میشه. بله. هیچ زمین است که حتما و حتما با چهره خود نشان بدین یا جلو دوربین باشین. خیلی ها با صدای خودشان، حتی بدون صدای خودشان، تنها با نوشتن، با طراحی، با مدیریت سیستم دیجیتال خود، اما برند بزنس خودشان میسازن و خیلی هم برند قوی است. بله. و همچنان خودم یادم از زمانی که خودم تازه یک مسیر شروع کرده بودم به عنوان یک زن افغان، یک زنی که چادر میپوشم و با حجاب هستم، برام خیلی مهم بود که از مرزهای شخصیم عبور نکنم، که حفظ باشه. اما با وجود همه این محدودیت ها تانستم بزنس خود ما بسازم، و نه تنها که درآمدزا است بر من، بلکه با همون سبک زندگیم هماهنگ است. بزنسی که از کنار اولادم دارم انجام شد. من می لحظه صدای کوچولی من میشنوید شما. بله. از کنار همین یکی از و خوبیای کار ما اینه نیست. در بله کنار خانواده، در پالوی اولادا راحت کار بله میکنید. بله. بله بله دقیقا، از کنار همین اولادم با گوشی موبایلم به آرامش از خانه دارم انجام میتم و هدایت میکنم. و همچنان شما میتونین، عزیزانی که علاقمند هستین که بزنس شروع بکنید، شما میتونین که از پست های تصویری متنی استفاده کنید بدون ثبت صدا، حتی بدون نیاز به چهره، بدون استفاده از خودتان. میتونین که شما بزنس پیش ببرین
فقط شما میتونین از ترینینگ ها استفاده بکنین. خوشبختانه که در یک آخر یک بخش خیلی مهم که عزیزانی که بدون چهره یا فیسلس دارن فعالیت میکنن در ترینینگ ما استفاده شده، اضافه شده، کلا در شما آموزش میده که چطور بدون چهره شما بزنس خود پیش ببرین. و یا حتی با استفاده از سیستم اتوماتیک میتونید شما بزنستان بدون دخالت روزانه مستقیم خودتان پیش ببرید. و این بزنس واقعا به شما آزادی میده که خودتان باشین بدون تقلید از دیگران، بدون اینکه لازم باشه از حریم خودتان عبور کنین. اگر شما هم عزیزانی که می لحظه ویدیو رو بینه، امی لایو رو بیننده هستین و یا هم بعدا میبینین، اگر جزء افرادی هستین که رویایتان استقلال مالی هست، وقت آزاد بیشتر، که امر خانوادهتان باشین، امر اولادایتان باشین، مثل من دوست ندارین اولادایتان در دیگر باری نزدیک کودکی دوست دارین در آغوش خودتان بزرگ شوه و شاهد بزرگ شدنشان باشین و از خانه کار بکنین و همچنین استقلالیت مالی داشته باشین، تصمیم مالیتان خودتان بگیرین. این واقعا بهترین روش درآمدزایی است که حتی بدون ظاهر شدن بر شما جوابگو هست. یعنی ظاهر شدن مانع شما نباید باشه، مانع شما که نیست هم، این فقط هم یک بهانه ذهنی است که شما را باز می‌داره که از مسیر رشد، از مسیر پیشرفت شما را باز می‌داره. این فقط یک مانع ذهنی است. باور کنین که فقط یک مانع ذهنی است. در عمل اگر بیاین راه‌های زیادی وجود داره که شما انجام بدین و موفق شید. و همچنان نگفته نمانه که ما اینجا هستیم که شما را قدم به قدم همکاری بکنیم، کمکتان بکنیم و در کنارتان باشیم. خدا کنه که جواب خدا گرفته باشین. بله 100% خوب گپ بسیار خوب زدن. میگم در این بیزینس حالا ما میبینیم از این همکارای خود ما چی کسایی هستن که خیلی هستن دلایل شخصی دارن، خوش ندارن که چهرهشان دیده شود، یا به خاطر کاری که دارن. کسایی که قاضی هستن در دادگاه کار میکنن، میگم از هر رشته و از هر شاخه ما داریم در این بیزینس. کسایی که چهره خیلی سرشناس هستن نمیخواین دیده شون، بدون چهره در فعالیت میکنن و خیلی موفق هستن. یک نمونهش خودت پکر جان که امشب آمدی افتخار دادی که 2.5 سال در فعالیت میکنیم و خوبیش هم است که قدر زیاد شده همی کار کردن بدون چهره که سایت آموزشی ما شروع کرده همی بخش اضافه کرده در سایت ترینینگ برای کسایی که نمیخواین چهرهشان دیده شود. کاملا قدم به قدم آموزش میده که چه رقم شما میتونین که بزنس پیش ببرن بدون از اینکه اصلا چهرهتان در سوشال مدیا دیده شود. او چیزی که برای ما اهمیت داره در این بزنس، او محتوایی است که ما تولید میکنیم، او ارزشی است که در مخاطب میدیم. ما اینجا نه برای تبلیغ چهره آمدیم، نه برای تبلیغ محصول آمدیم. هدف چیز دیگه است. و وقتی که عزیزان وارد شود، وقتی که او امو مربی و امو منتورشان که هم زبان خودشان است، فارسی زبان، قدم به قدم دستشان میگیره، راهنمایی میکنه که باید اینی کار کنه، اونو کار کنه، دیگه جای کدام شک و شبهه و سوال نمیمانه. دیگه امیدوارم عزیزایی که دغدغه‌شان نمی بود که نمیخواستن چهرهشان دیده شود در سوشال مدیا، ولی مشتاق بودن که شروع کنن این بیزینس، جواب خود گرفته باشن و قدم اول بردارن. عزیزایی که در لایف هستن اگه سوالی دارن از پیکر جان یا از خودم میتونن پرسان کنن. پیکر جان شما دیگه چیزی برای تکمیل صحبتایتان دارید که بگید؟ فقط همین عزیز که اگر عزیزان میخواین که همو رویاها و ایده هایی که دارن که داشته باشن در زندگی، مو استانداردهایی را که میخواین در زندگی خود داشته باشن، برای از او باید عمل بکنن. یعنی تنها رویا دیدن کافی نیست. هر قدری که رویا ببینی و عمل نکنی در جاش همونطور باقی هست و هیچ تغییری در زندگی وارد نمیشه. برای که تغییر در زندگیتان داشته باشین باید از این کامفورت زونتان بیرون شوین، وگرنه هیچ گاهی پیشرفت نمیکنین. من یک دوستم هست، اونا در دوره آزمایشی هم آمدن و میخواد شروع بکنن. همیشه از من وقتی که چشم باز میکنم میپرسن که پیکی
اگه من نتانم یک دفعه نتانم باز چطور شو یک رقم نمی دلم یک وهمه بزرگ هست میگه که اگر من نتانم چطور شو. او بند خدا اگر میگم که امثال ازی چون خودم هم در این شرایط ابتدا زمانی که تازه شروع میکردم همین ترس ها را داشتم. یعنی تا بله زمانی که وارد عمل نشی، رزق پذیر نباشی، صد دل یک دل نکنی، هیچ پیشرفت وجود نداره. باور کنید من هما جان زمانی که من خودم تازه بزنس شروع میکردم چند دوستم بود و با هم یک جا تصمیم گرفتیم که یک جا همگی ما بیایم بزنس شروع بکنیم. اما کل زمانی که عمل شد همه عقب شدن، من تنها پیش آمدم. آره همگی اونا پشیمان هستن، میگن چرا ما اون وقت شروع نکردیم. حالا وقت از پیش ما رفت. بنابراین تصمیم به عزیزان همی است که اگر واقعا میخواید زندگیتان تغییر بکنه، چون تکنولوژی از دنیا هست و رو به تغییر. امروز ببینید که چقدر کارها به شکل آنلاین در آمده. یعنی شما فکر بکنید که 5 سال بعد چی تغییراتی در عرصه اقتصادی، در عرصه اهمی کار اینا به وجود خواهد آمد. بنابراین خوب است که پیش از پیش شما دست به اقدام بزنین و پیش از پیش جایتون در فضای آنلاین، در فضای میدیا حفظ بکنین که تا مبادا خدای ناخواسته زمانی که کارتان از دست بدین و پلن بی هم نداشته باشین و دیگه علم میدیا هم نداشته باشین، چون حالا بخوایم نخواهیم اگر شما علم سوشال میدیا رو نداشته باشین یک بی سوادی محسوب میشه، چون داره روز به روز ترقی میکنه، روز به روز خیلی خیلی. اگر شما عزیزان متوجه شده باشین در می مراسم تحلیف ترامپ کسایی بودن که کل ابرقدرت های میدیا آمده بودن، مثلا ایلان ماسک بود و رئیس گوگل بود و اینا، کلش همون ابرقدرت های سوشال میدیا هست. یعنی فکر بکنیم که چند سال بعد چقدر تغییرات عمده خواهد آمد. بنا شما عزیزان هم همین امروز شروع بکنین اگر واقعا دوست دارین و واقعا میخواین هست همچون کار که فلکسیبل هست، کار و زمان و تایمش به دست خودتان است، شروع بکنین. البته یاد به یاد داشته باشین عزیزا که امروز که بیاین وارد بزنس شوین فردا شما میلیاردر نمیشین. وقت خودم میخواد، هزینه اولیه خودم میخواد، اینوست خودم میخواد، زحمت خودم میخواد. هیچ چیزی بدون زحمت به وجود نمیآید. هیچ کاری بر راحتی نیست. تنها چیزی که آدم در یک شباب میلیاردر میشه یا قماربازی است یا هم لاتری برنده شوی، اگر رو هم قسمت باشه. دیگه چیزا همگی زحمت خود کار داره. اما خوبی از این است که زحمت میکشین، کار برای خودتان است، برای خودتان زحمت میکشین. اگر شما کار 9 تا 5 دارین میرین زحمت میکشین کل روز به یک کس دیگران به آرزوهاشون میرسونین. اما در اینجا هر قدر که خودتان زحمت بکشین کار بکنین برای خودتان میکنین، به خودتان به آرزوهایتان میرسونین، زندگی خودتان تغییر میدین. بنان اگر دوست داشتین که معلومات بگیرین، معلوماتش کامل رایگان است. تا زمانی که مطمئن نشدین مناسبتان هست یا خیر، کاملا رایگان است. ما شما را همکاری میکنیم، بر ما مسیج بزنین. حتما ما تمام اطلاعات به زبان فارسی و انگلیسی در اختیار شما قرار میدیم. ببینیم بررسی بکنین، اگر مناسبتان بود که ما شما را قدم به قدم همراهی میکنیم، از تجارب خود بر شما عزیزان در اختیارتان قرار میدیم که شما زودتر بتونید پله ها را یک پای دیگر زودتر از ما طی بکنین، چون ما را رفتیم و میفهمیم که کجا را چه قسم باید بریم. بنابراین خوشحال میشیم هموطنان عزیز خود، فارسی زبانان عزیز خود را کمک بکنیم و در این عرصه دست همدیگی خود بگیریم. بله دقیقا. دوستای عزیز، بله همونطور جان گفتن هر تغییری، هر کاری زحمت خود داره، سختی خود داره، ولی خود تا این سختی را نکشی، تا زحمت را نکشی در جایی نمیرسی. دقیقا. تغییر کردن هم سختی داره، در جا زدن هم سختی داره، ولی خب نتیجه این سختی تغییر کردن او آیدی است که شما به دست میارین، ولی او در جا زدن نتیجهش حسرت فقط براتون میمونه. خیلی بهتره که سختی تغییر را جان بخرین، زحمتتان بکشین تا نتیجهش هم ببینه. دقیقا. پیک جان بسیار تشکر از اینکه دعوت ما پذیرفتی، آمدی. یک جهان سپاس. برای آرزوی موفقیت های بیشتر میکنم در پولی تفلک خوردت. انشاءالله که موفقیت های بیشتر تا ببینم هر روز. تشکر، سلامت باشی ماما جان. خیلی تشکر از خودتم.
خوشحال شدم که با خودت یک لایه خوب و خوش داشتم. بله. انشالله که بعد زن ما همچنین. بوده باشه. نگه از خودت شبکت خوش شما جان. من بله. دارم بچه را میبرم دکتر. بله از شما هنوز روز است. روزت خوش باشه. شکر سلام. جان. تشکر. تشکر دوستای عزیز و خداحافظ همگی. خداحافظ. خدا حافظ. اوکی.